مادامی که زن بگه که من در دهه تو میشتگی ریدگیم، در دهه و تو کوچه تو میشتگی ریدگیم، نعوذ بالله از این گونه زنها. زن تنها گناهگار نیست، در اینجا خشتومن هم گناهگار است. آرامش قلب باید انسان آمد قرآن رهوی کرد و اینجا تلاوت کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزتمند، الله سبحانه و تعالی هر یک ادمی مو و شما علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نزد الله سبحانه و تعالی قبول شوند، اون عمل ها را برای هر یک ادمی و شما نصیب بگردانه و الله سبحانه و تعالی از تمام بدی ها و بلاها و آفات های زمینی و آسمانی و الله سبحانه و تعالی هر یک بیماری که هستند الله اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. سبحان الله. داغ غم این روز اکثریتی که مردم شکایت میکنن از زنها هستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من میگه دیدم اکثریت اهل آتش جهنم این زنها هستند. خواهرانه یا که آن اپاهایان که مادرانی که نسبت شوهراتون سخنهای بد میگین، نعوذ بالله. بعضیش مثلا شکایت میکنن که مثلا ما پدر مادرت را حرمت نمیکنم، در اگه بیادبی رم شوه میگه ما در دهنت نعوذ بالله تارت شکستگیم، در دهنت مشتگی و ریدگی بیادبی رم شوه. بعضیش همین گونه لعنت ها مینن یا که نسبت فرزندهای خودشون پدر لعنت، مادر لعنت، بدبخت دیگه و دیگه و دیگه یا پای قبیحی که بگیم جای گفتن نیست، همین گونه رفتار میکنن و کفرانی نعمت میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که اهل دوزخ، اهل جهنم اکثریت اهل زنها هستند و اهل اصحاب پرسان کردن به چه خاطر؟ گفتن اونها لعنت زیاد میگوین و کفرانی نعمت های الله سبحانه و تعالی میکنن، شکرانه نعمت های الله نمیکنن. چون که الله سبحانه و تعالی فرمودن که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شما شکرانه نعمت های ما بکنین، اگر شما کفرانی نعمت ها کرده پس عذاب ما بالای شما سخت است، سنگین است. به اون خاطر اپا و خواهر هر آن چیزی که دارین از همون شکر کنین. فکر کنین که بعضی همون هم ندارن. بعضی انسان ها هستن که یعنی سطح زندگی تون نگاه کنین که پیش دکدام اورانی زندگی بدین، دکدام حالت ها، دکدام به چی چیزا محتاج بدین. این روز دکدام حالت گرفتار هستین. هر یک چیز قدر قیمت کنین. از یاد گذشته تون چیزی که بود او را فراموش مکنین، کی بده و کی شده. مثلا که چیزا فراموش نکنین و کفرانی نعمت نکنین که الله سبحانه و تعالی غضبش بالای شما نیاره. و بسیاری مردم یعنی شکایت میکنن الله سبحانه و تعالی هدایت چون کنه، یعنی زنها که مثلا ناپسندی میکنن، بدرفتاری میکنن، گوش نمیکنن. گفتم که اهل دوزخ هستن اون گونه زنها، کسی که لعنت میگه یا که نسبت شوهرش با همراه شوهرش دغدغه و گفتاری میکنه، از گریبان میخپه، گفتی که بود از درازی میکنه، نعوذ بالله. اولش که الله سبحانه و تعالی هدایت کنه اون گونه زنها را و بعداً توفیق بندگیشون عطا کنه و اگر سزاوار هدایت باشن و اگر نه پیش ابو جهلشون بره الله سبحانه و تعالی. و چی گفتنی هستم بسیاری ها یعنی با ما سراغ میکنن که یعنی تکلیف میکنن یا که چی بگم طلب میکنن که زنگیر هستین، زنی دیم میکنین، چی میگوی برای ما، یعنی یکان خواهر مسلمان است که زن بگیریم دیگه و دیگه. بعد بسیاری هاش بگیم بعضی جوان ها هستن که زن ندارن دیگه ما زن گیریم یکان خواهر مسلمان باشه. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. او جوانانی که استطاعت دارین پس ازدواج کنین. اگر که استطاعت نداشته باشین پس وقتان روزه را ضرور بشمارین. یعنی روزه داری که تا اینکه شهوت بون بره، شهوت کم شوه. خب بعد میگوین که چگونه زن بگیریم. اکثریتش یعنی مادرشون انتخاب میکنه، یعنی دیگه از سبب اونه که نمیتونن گپی سخنی مادر را رد کنن ریزا میشون. حالا که همون زن ندیدن
و زن معقولشون نیست. یعنی توصیه ما برای همون جوانانی که زنگیر هستند، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. یعنی دنیا یعنی به مثل یک متاعی است، به مثل یک توشه است و بهترین چیز می روی دنیا این زنی پاک دامن است، زنی صالح است، زنی است که با طاعت عبادت الله است. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که اگر زن هرمی 4 چیز پاداش کنه، پایبند باشه در همی 4 چیز، اهل جنت است. کدام چیز هستند؟ صلوات الخمسه، 5 وقت نماز خواندن، و صوم شهر، ماه شریف رمضان روزه داشتن. خب یعنی نماز خواندن، روزه گرفتن و چی؟ و حفظ فرجها، یعنی از خیانت داری بین پا را داشتن، تا اینکه محافظه کردن بین پا برای زنها. و اطاعت زوجها، و اطاعت کردن شوهرش. اگر هر انسانی که یعنی نمازاش خواند، ماه شریف رمضان ادا کرد و بین پای خود را اداره کرد و چکار کرد؟ شوهری خود را اطاعت کرد، از کدام بابی، از کدام دری که داخل جنت میخواه بشود پس داخل شود. یعنی ماشاءالله چقدر یعنی مفصل و میسر. با اون خاطر برادرانی که مثال زنگیر هستن، زن میکوان، اولشونه که حرکت کنین، خطان اصلاح کنین و بعدا زنی پاک دامن میکوین. مثلا اهل علمی با او رو خودت اهل علم بگی، بی سوادی با مثل خودی بی سواد بگی، با عقل با فهمی شرایط داری از همون اوله شرایط دارو بگی. یعنی خودت کم بغل باشی شرایط دارو بگیری، یعنی طوری نمیگیره به خاطر که زن دیدگی خوردگی، یا که بگیم تو شرایطت خوبه دیدگی از خشلاق گفتی که پا میاری زیم پنیمانی تو نمیشه و نفهمی زیاد میشه، بسیاری هم مراجعت میکنن. با هم خاطر هر یک انسان با او رونی خودش زن بگیره نورون علی نور میشه. نه زنی دیندار، زنی با عفت، زنی اولاد خوب از خیش اقربایی که گیرد اطرافشون جادوگر و بدبختی ها نیست. الحمدلله یعنی لذت حیات را میفهمیم. اگر که زنی بی سواد بی عقلی که گفتی که با حرف الیف ایتیاق فرق نکنه، حرف بیر ایتوق فرق نکنه، گفتی که با اون گونه زنها به نهایت مشکله. به خاطر آنه که تو مثال میگوی حاضی در بیرون باران میبوره، یعنی علکه یوجه شمشیمه رفته ایسته، میگن چه دینه نبورید این روز میبوره. یعنی سبحان الله دینه گذشت علکه که هم چه قدرت الهیه. تو مثلا میگو که همین کرده سفیده، میگه چه سفیده؟ از سفیده آقا چه کارش کرد؟ میگه نه باید سیاه میشید، نعوذ بالله. یعنی سفید سنت پوشیدنش. برادران عزیز، یعنی بسیاری مسئله هستن که زنی که بگیم نفهمد سبحان الله، اکثریتش مثلا زنهایی که برادرها شکایت میکنن از طرف شوهرشون. یعنی بعضی خواهرها هستن که میگه شوهرم به نهایت انسانی خوب بود، بعد امی تو بعد جزیر شید. یعنی ایجا فهمیده میشه که بدبخت همون زنکه که یعنی چیکار کرد، همین انسان خوب میکنه زنی صالحه میکنه، بعدش میکنه زنی بدبخت میکنهش. رفتاری خوب یعنی مرد که خانه که در آمد، زن به تبسم، به لهجه گرم، به معامله خوب رفتار کنه، مرد به مثل گل میشکوفه. وقتی که خانه که در آمدی بدبخت خانه جزیر در آمدی گفتی که با زنک بغبغ چغجغ، هم خانه والله شمد میشوه. بعد مردم چکو میکن در پای زنی دیم سهی میشوه، چهارم بدینشی. یعنی معامله خوب، رفتار خوب. اگر بگذار که همون یعنی شوهرتان زن گرفت، الحمدلله با اینکه زن گرفت که دست به زنا نزد، یعنی دیگه کارها نکرد، شکر بگین که الحمدلله که یک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده کرد، یعنی دست به حرامگاه الله سبحانه و تعالی نزد. شکر بگین الحمدلله که یعنی است جنگ جنجال میبرداری. از او خواهر مسلمان از زن دیم جدا میشوه،
یا که خود جنگ جنجال میبرداری جدا میشه به مثل اون خواهری که بیوزن بود که ورگرد به مثل اون بیوه میشه گفتی که با 4 گودک با 5 گودک ترا کی میگیره دیگه کم شوهرت که ایت جدا شد گفتی که مردم خودمون که گوی شیرتی را مثلا مردم نمیبرن نمیفروشن همین زنی که پاک دامن باشه زنی که صالحه باشه هیچ گو شوهر رو گفتی که باید در بیرون نمیکنه یعنی ایره فراموش مکنی که مردک غضب داره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اتقوا قهر الرجال شما از غضب مرد بترسین یعنی مرد که غضبناک شد همه کارو میکنه دیگه نمیتونه خودش کنترلی رو کرده زنها اکثریت میگه اونجا شوهرم سه طلاقم کرد چیکار کنم یکی غضبناک شید او بدبخت همین تو همون را غضبناک کردی بدین شید همش عیب همین تو اگر که یک گناه میکرد میگه مرد قدر الله چی گپ نیست انا تی کارا کردی انا ای خیل کردی او زنی همسایه خیلی کرتا خرید من ندارم بچه همسایه گفت که با ماشین داره تو نداری الحمدلله تو سالم هستی درد نداری تو از خانه اونها سراغ کن شاید که در خانهشون بیمار داشته باشه شاید که یک پرابلم داشته باشه که او ظاهرا معلوم نیست شاید که همون انسان ژولتکش داره شاید که تلخش داره شاید که مثلا بگیم اوقات خوردن نتونه تو الحمدلله به هر آن چیزی که داری امور شکر کنین قدردانی کنین یعنی بعضی با اون شوهرش هم قد جنگ میکنن سبحان الله که هم شوهر جدا وقتی که جوابش میده بعد چیکار میکنن همین سه طلاق قرار یگان راهش نیسته ما هم چیکار کنیم دیگه کنیم چیکار نکنیم پیش مفتیات برین با تلفن قدی زنگ پرابلم تو حل نکنین جنگ کرده تو نیستین دل جگر شوهر خورده تو نیستین صبر کردن تو نیستین یا الله سبحانه و تعالی هدایتتون کنه بعد میگن همش عیب زن چیه عیب مرد عیب زن توقع نیست اینا فراموش مکنیم عیب خشتمان هم هست جدا خشتمان خودشم خوش میکنه و جوانی که نصیحت کنه که او دخترم زندگی پسی و بلندی داره مو صبر باش وقتی که شوهرش دادی تمام اکلت ساقی شید یعنی نصیحت و جوانی که نصیحت کنی دختر خطه تو ما زنگ میزن که میگم معیبت میکنیم نعوذ بالله دختری ما رو برشمار چیه دیگه و دیگه حالا اون که از طرف شوهر از طرف دومات پرسان نکردین که ها سلام علیکم برادر عزیز یعنی خسر زنگ بزنه که خشتامن زنگ بزنه ها بچه جان مثلا تینجه بین تو نفهمی های از طرف شوهر گوش کنین که مثال بگیریم از طرف دومات گوش کنین که مثلا چی کم ویدیو گذشتگی بین تو بین زن شوهر حالا که شما از دو طرف از دو جانب نشنیدین سخنرانی را از پیش خودتون حکم ابراهیم که دوا جواب شبته اون جواب جواب داد گفت یا بس گوده گوره کی میگیره با 4 گوده گوره کی میگیره دیگه حاضر شوش میتم همین جوابش داد در دخترش بدبخت 23 درآمد بعد شوش دادی ولی گفتی که با چیش میکنی میگیری گفت بس گوده با بچه خونه را میدیشه رو تون درگور با همین فعل بدتون اصلا که معامله خوب کنی بچه‌ای باشه یعنی از در قسمی چی رفت که زنی صالحه بگیرین اگر که زنی صالحه باشه چگونه زنی صالحه همش پدر و مادر که صالح باشن چیکار میکنن دختر تربیت صالحه میکنن اگر که پدر و مادر بدبخت باشن هیچگاه گفتی گپا از گندم میرویه از گندم شعله نمیرویه نه با اون خاطر چیزی که شنوده اون چیزا میگیری مقصد که پدر و مادر که تربیت خوب کردن الحمدلله خوب میشه وقتی که پدر گناه دید بگی ها بچم این گناه های از الله توبه که شب تهجد بخوان الله سبحانه و تعالی طلب عفو مغفرت بکن ها نمازات خوانده عبادت کرده تلاوت قرآن کرده دیگه یعنی خوش به حال این گونه پدرها که یعنی از فرزند پرسان نمیکنه که بچم چند قدر پول داری او بچم چی ماشین داری نه بچم ایمان چه خیلی او بچم تو نمازات میخونی او بچم در کارهای خیر دستگیری میکنی او بچم شب تهجد میخونی یعنی خوش به حال پدرانی که این گونه سوال ها از فرزندان خود میکنن وای به حال پدرایی که فقط حسد کبر و غرور و حسد دلشان خوردگی که او فلانی ماشین خرید فلان انسان بهترین خانه ساخت نه بچه‌م سلامتیت خوبه الحمدلله این دنیا با کس نمیمونه هر آن چیزی که داره میره چی قدر کوشش نکنیم هیچ کس میندار نمیشه با هم خاطر خوش به حال پدران و مادرانی که از فرزند پرسان میکنه ایمان شه از فرزند پرسان میکنه تلاوت قرآن شه از فرزند پرسان میکنه شب زنده داری شه
الله سبحانه و تعالی هر یک از ما و شما را اون گونه فرزندها را نصیب کنه که ما از اونها پرسان کنیم که بچه جان قرآن چه خیلی خوانستی، بچه جان در روز چند قرآن میخوانی، بچه جان در روز چند نماز میخوانی، چند قضا میکنی، حرکت قضا نکن، از عبادت الله دور نشه، با یاران و رفیقان بد همشینی نکن. اگر چقدر سخنرانی کنیم کمه، با اون خاطر بخی در امان الله باشین، با دعا باشین. یگان گپی پست بلند گفته باشم کدام که اگر که همین چیزا رو خصلت‌ها داشته باشین بخشش میپرسم، یعنی اختن اصلاح کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.